مقامات دبی عبدالرازق را به دزدی متهم می‌دانند. خلیج تایمز پایگاه اینترنتی روزنامه معروفی که در دبی امارات متحده عربستان با زبان انگلیسی نشر می‌شود، از بازداشت عبدالرازق بلاگر نامدار تاجیک خبر داده است. به نوشته این نشریه، عبدالرازق 21 ساله از جانب مقامات ساعت 5 صبح روز شنبه هنگام بازگشت از یک کشور دیگر در فرودگاه بین‌المللی دبی دستگیر گردیده است. بازداشت این بلاگر را به خلیج تایمز شرکت مسئول عبدالرازق تصدیق کرده است. در این شرکت گفتند بلاگر به دزدی گمان بر می شود. خلیج تایمز برای گرفتن معلومات بیشتر به مقامات رسمی مراجعت نموده است. عبدالرازق اگاموف یکی از بلاگران تاجیک و مشهور می باشد که چند سال اخیر در دولت‌های امارات متحده عرب، هندوستان و دیگر کشورهای اروپایی زندگی و فعالیت نموده است. او 3 سپتامبر سال 2003 در دهه قیزدروی ناحیه پنجکین به دنیا آمده است. او قبلا گفته بود که صورت حساب بانکی، اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاکش را رخنه کردند. عبدالرازق به شرکت میتا و پلیس دبی شکایت برده بود.